همینطور که در سریال سرزمین بادها دیدیم، امپراتور مویول از همسر اول خودش که علاقه زیادی به اون داشت، یعنی بانوی آن، صاحب پسری به نام هودونگ شد. هودونگ که حالا به خاطر پخش سریال جامیونگو تبدیل به شخصیت محبوب و جالب توجه برای ما شده، امروز در این ویدیو قرار بپردازیم به معرفی کامل شاهزاده هودونگ و همچنین روابط عاشقانه اون با شاهزادگان ناکرانگ و در آخر هم میپردازیم به سرگذشت غمگین و خونیش و این موضوع که چرا هودونگ به تخت پادشاهی گوگوریو نرسید. هیچ یک از منابع معتبر کره اشاره دقیق به تاریخ تولد شاهزاده هودونگ نداشت، اما خب برخی از این منابع به این باورند که شاهزاده هودونگ در سال 12 میلادی متولد شده. او فرزند امپراتور موهیول، سومین فرمانروای گوگوریو است و بانوی آن بانوی اولی که اهل بویو و نوه امپراتور گوماوا بود. در دوران کودکی هودونگ از دنیا میره. بعد از مرگ بانوی آن تمامی توجه موهیول به تربیت صحیح هودونگ جلب میشه. موهیول از تمامی استادان و عالمان دربار خودش میخواد که هودونگ را آموزش بدن و از اون فردی با لیاقت و باهوش بار بیارن. بانو سوریا خواهر موهیول هم هودونگ را مثل بچه خودش بزرگ میکنه و اون رو مورد حمایت خودش قرار میده. اونطور که در سریال سرزمین بادها متوجه شدین، امپراتور موهیول توسط فرماندگی و آموزش‌های رزمی بسیار زیادی دیده و تبدیل به یکی از بزرگترین مبارزان تاریخ گوگوریو شده. به همین خاطر موهیول از فرماندگی که شوهر خواهر و فرمانده ارتشش هم بوده میخواد که شاهزاده هودونگ رو هم مثل خودش آموزش بده که همینطور هم میشه و هودونگ زیر نظر فرماندگی تبدیل به یکی از بزرگترین جنگجویان گوگوریو میشه و در کتاب ساگوساکی از هودونگ با شخصیت بسیار جذاب و باهوش یاد شده که پیش مردم کره به عنوان شخصیتی محبوب و شجاع شناخته میشده. خب در ادامه ویدیو میخوایم بپردازیم به فتح کشور ناکرانگ توسط موهیول و هودونگ، همچنین داستان جذاب و عاشقانه‌ای که این وسط بین هودونگ و شاهزادگان ناکرانگ به وجود اومده. اما قبلش اگه تا اینجا ویدیو مورد پسندید لایک بزن و اگه به تاریخ کره علاقه‌مندی کانال ما رو هم سابسکرایب و زنگوله بغلش هم بزن تا از ویدیوهای جدیدمون جا نمونی. در زمان فرمانروایی موهیول در نزدیکی خاک گوگوریو کشوری در حال قدرت گرفتن بوده به نام ناکرانگ که به گفته تاریخ نویسان پایتخت اولیه همون چوسان قدیم بودی. همین موضوع باعث شده که موهیول هم مثل پدر بزرگش جومونگ تمایل زیادی به فتح ناکرانگ داشته باشه. اما خب هر بار با شکست دلیل یا شکست موهیول وجود طبل بسیار بزرگی در ناکرانگ بوده که هر بار بعد از مشاهده شدن دشمن به صدا در می اومده و خطوط دفاعی ناکرانگ رو منظم می کرده. در سال 32 بعد از میلاد شاهزاده هودونگ که در یک مسابقه شکار شرکت کرده بود به طور اتفاقی با پادشاه جویری فرمانروای ناکرانگ آشنا میشه. تحت تاثیر هودونگ قرار گرفته بود و دخترش لاهی رو با هودونگ آشنا کرد و اونها هم در یک نگاه دلشون رو به هم باختن. البته که باید بدونیم هودونگ به دختر دیگه چوری یعنی جاگ هم علاقه‌مند بوده و داستان آشنایی اونها با توجه به چیزی که در سریال میگه بسیار مفصله. بعداً به ویدیو به صورت کامل براتون میپردازیم کدوم موضوع رابطه عاشقانه خودش رو با شاهزاده لاهی رو با پدرش موهیول در میان میذاره و اون هم موافقت میکنه. اما باید بدونیم موضوعی که ذهن رو مشغول کرده بود رویای فتح ناکرانگ بود. سریال جامیونگو هم به این موضوع اشاره میکنه که هودونگ با نقشه قبلی پدرش به عنوان پناهنده سیاسی به ناکرانگ فرار میکنه و در اونجا با شاهزاده لاهی ازدواج میکنه. در این شرایط وقتی موضوع متوجه میشه علاقه شدید لاهی به هودونگ میشه اون رو وادار میکنه که از لاهی بخواد طبل افسانه ناکرانگ رو پاره کنه و اگه این دستور انجام نده جانشینی خودش رو به خطر میاندازه. رویای فرمانروایی گوگوریو در سر قبول میکنه و از همسر خودش میخواد که طبل رو پاره کنه. لاهی هم با دوراهی بزرگی که در مقابلش قرار گرفته بود بین هودونگ و پدرش هودونگ رو انتخاب میکنه و پس از مبارزه سختی که با خواهرش داشت موفق شد طبل رو پاره کنه. بعد از پاره کردن طبل شوری همراهی رو به عنوان خیانتکار سنگسار میکنه و هیچ وقت برای اون ساخته نمیشه و در تاریخ از اون به عنوان فرد خیانتکار یاد میشه. در همین زمان موهیول با ارتش خودش موفق میشه ناکرانگ رو فتح کنه. البته که تلاش‌های بسیار زیاد هودونگ قبل از جنگ و در زمان جنگ در این پیروزی بسیار تاثیرگذار بود. پس از این پیروزی و بعد از کشته شدن لاهی هودونگ دچار عذاب وجدان شدیدی شد. از طرفی هم زن موهیول که رویای این رو داشت که پسر خودش به عنوان جانشین انتخاب بشه اقدامات زیادی رو علیه هودونگ انجام میده و سعی میکنه اون رو از میان برمیداره. حالا در این قسمت از ویدیو میخوایم بپردازیم به نحوه مرگ هودونگ و نرسیدن او به تخت پادشاهی گوگوریو. برای مرگ شاهزاده هودونگ نظریه‌های مختلفی وجود داره. یکی از اونها اینه که هودونگ بعد از مرگ لاهی دچار عذاب وجدان بسیار زیادی میشه و در یک مبارزه نمایشی با شمشیر خودش رو میکشه و در سن 20 سالگی از دنیا میره. نظریه دیگه هم وجود داره که بر این باور همسر موهیول به هودونگ تهمت تجاوز میزنه و به موهیول میگه پسرت با من عروسی کرده. هودونگ هم که خواسته از فروپاشی خاندان سلطنتی به خاطر این اتفاق
اتفاق جلوگیری کنه خودش رو از بین میبره. اما خب سریال جامیونگو جور دیگه به این موضوع پرداخته و نشون میده که هودونگ بعد از موضوع تجاوز از گوگوریو متوازی میشه و با پیدا کردن شاهزاده جامیونگ اون رو در آغوش میگیره و در همون لحظه به زندگی هر دوشون پایان میده. در هر صورت چیزی که کاملا مشخصه این یک هودونگ به دست خودشون جوانی کشته میشه و با وجود توانایی‌های فراوانی هیچ وقت به عنوان چهارمین فرمانروای گوگوریو به تخت نمیشینه. اینو هم باید بدونید که پس از مرگ هودونگ برادر کوچکترش که از همسر دیگه مویول بوده هم به نوه کشته میشه و در واقع برادر کوچکتر مویول هم پسر دیگه یوری پس از موج اول به پادشاهی میرسه. در آخر باید بگیم که در تاریخ کره از هودونگ به عنوان شخصی محبوب و شجاع یاد میشه. شاهزاده که تاثیر زیادی در فتح ناکرانگ و گسترش گوگوریو داشته. خب دوستان به پایان ویدیو رسیدیم. اگه ویدیو رو لایک نکردید لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. اگه سابسکرایب نکنید سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش هم فشار بدید. بسیار سپاسگزارم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشید.